خب واسه دپلوی جنگو یه سایتی هست به اسم openshift.com. پروژه رد هت. تو قسمت پرایسینگش پایتون رو ساپورت میکنه، پرل و مایسکیول و مونگو، روبی و پی اچ پی و جاوا. مثلا سی شارپ هم قرار بیاره ولی هنوز اضافه نکرده. یه حالت فری در اختیارتون میذاره که 3 تا گیرز اسمالشه. هر کدوم هم یک رم داره با 512 تا یه گیگ هارد، 512 تا رم، 50,000 بازدید ماهانه یوزراتون میتونن داشته باشن، مشکل پیش نمیاد. باید یه اکانت داشته باشید. اکانتتون رو میسازید تو اوپنشیفت. یه ابزار روبی جم داره، RHC. این که نصب میکنید RHC ستاپ رو که بزنید خودش اطلاعات اوپنشیفتتون رو ازتون میگیره، ایمیلتون رو میگیره، پسوردتون رو میگیره. من چون چیزم نصب، آره این به عنوان یک کلاینت اوپنشیفت میشه. من نصبش کنم. بعدش دستور RHC ستاپ رو میزنید. اینجا میاد لوگین اوپنشیفتتون ازتون میپرسه. پسورد چی بود؟ خب الان کانفیگش کرد. بعد با این دستور میاید یه دونه کارتریج اصطلاحاً توی اوپنشیفت بهش میگن مال پایتون 2.7 ایجاد میکنید. من چون جا ندارم 3 تا فریمو بس پر کردم دیگه نمیتونم ایجاد کنم براتون. این دستوری که میزنید یه اپ براتون ایجاد میشه. این دومین اسم اپلیکیشنتونه. حالا موقعی هم که دارید توی اوپنشیفت اکانت میسازید یه نیم اسپیس ازتون میگیره که نیم اسپیس میشه براتون یه حالت دومین. یه دومین تهش مثلا openshift.com یا چیزی، یعنی یادم نیست چی بود. میشه دومینت دیگه، انگار مثلا دومین مثلا فرضاً pyhome.ir اون میشه دومین تو. البته چون طولانی میشه اولش اسم اپ میشینه، بعد یه دش، بعد اون نیم اسپیسی که انتخاب کرده یه خورده طولانیه. برای اینکه یه اپی رو اگه میخواید مثلا پابلیش کنید معمولا آخر باید یه دومین بخرید اونجا. اینجا میاد یه دونه کارتریج میسازید. بعد این پروژه جنگو رو از گیت هاب میگیرید. این 1.6شه، کاستومایز شده واسه اوپنشیفت، همین عادی نمیتونید اینو نصب کنید. اول میاد اینو میگیرید با این دستورات، این میشینه روی اپ شما. بعد میاد پوش میکنید که تغییرات روی اوپنشیفت اعمال شه.
با گیت اگه کار کرده باشید با این دستور آشنایی دارید. این میاد هر تغییری که روی پروژهتون ایجاد کردید رو پوش میکنه اونجا. این دستوری که میزنید یه پوشه، اسم اپمون چون دیجنگو پروژکت گذاشته بودیم، یه همچین پوشه‌ای توی کامپیوترتون هر جایی که اینو زدید ایجاد میشه، میرید داخل پوشه و بعد این دستور رو میزنید. بعد این دستور پوش که کردید، اوپن شیفت میاد همینو براتون سینک هم میکنه، یه یوزر و پسورد رندوم براتون میسازه. حتما حواستون باشه این دنبال این خطا بگردید که یوزر پس رندوم پیدا کنید، بعد حالا خواستید عوضش کنید بتونید. البته میگم اگه پس از استش دادن به برنامه هم میتونید از این طریق اون یوزر پس رو بگیرید اگه اینجا ندیدید. یه همچین دومینی براتون تولید میکنه، اسم پروژهتون نیم اسپیس rhcloud.com میشه دومینشون، خیلی طولانیه. بعد میاد برنامه‌تون رو می‌نویسید، حالا یه پروژه سمپل در اختیارتون میذاره. این شما میاد تغییراتی که مربوط به پروژه خودتون هست، ویو که میخواد، URL سیتینگ هر چی دارید رو اعمال میکنید، یا در حالت دیفالت روی SQLite خود اوپن شیفت بهتون مای SQL در اختیارتون میذاره. فکر کنم پستگرس هم داره که یه برنامه اگه میخواید دپلوی کنید قاعدتا روی SQLite این کارو نمیکنید، یه دیتابیس قوی‌تر میذارید، کانفیگاش انجام میدید و دوباره پوش میکنید سمت سرور. حالت کلیش همین بود، همین چند خط رو بزنید تموم میشه. دامین داشته باشی نه از خودشون نمیگیره. یه دامین میخری، یه چیز میخواد اسمش یادم رفت، آره یه دونه سینه میخواد که اونا رو میری روی یه چیز فری ثبت نام میکنی، حالا دقیق یادم نیست اسمش چی بود. سینه این بود که آره همین سرچ بزنید how to set my own domain in OpenShift میاد، توی گوگل هست زیاد.